در زمانه ما یه چیز خیلی عجیب و جذابه. همه دارن همه چیز رو با همه به اشتراک میذارن. هر زخم کوچیک و بزرگی، هر ترومایی که آدم تجربه کرده، هر نقطه ضعفی که داره علنی و جلوی چشم همه گذاشته میشه. شبکه‌های اجتماعی تبدیل شدن به یه جور اعترافگاه عمومی، جایی که آدما دردای عمیق و شخصیشون رو جلوی هزاران نفر غریبه میریزن بیرون. بهت میگن این کار یعنی اصالت واقعی، یعنی آسیب پذیری شجاعانه، یعنی درمان از راه عمومی کردن. اما یه اقلیت کوچیک هستن که کاملاً برعکس عمل میکنن. اونا زخماشون رو تو سکوت حمله میکنن. آسیب پذیریشون رو مثل یه گنج مقدس محافظت میکنن و دردشون رو به هر کسی که سر راهشون باشه نمیگن. همین پنهانکاری و سکوت بهشون یه قدرت ترسناک میده که کسایی که مدام خودشون رو عریان میکنن هیچ وقت نمیتونن درکش کنن. آرتور شوپنهاور، فیلسوفی که درد و اراده رو عمیق میشناخت، خوب میدونست چرا حفاظت از زخم‌ها در برابر نگاه‌های فضول یکی از بزرگترین کارهای حکیمان است. امروز میخوایم بریم سراغ حقیقتی که فرهنگ اشتراک گذاری بیش از حد ما به شدت ردش میکنه. زخم‌هات محتوا نیستن، آسیب پذیری‌هات ابزار ارتباط اجتماعی نیستن. حفاظت از دنیای درونیت بسته بودن عاطفی نیست، بلکه یه هوش روانشناختی بالاتره. و کسایی که این هنر رو بلدن، عمق، قدرت و رمز و رازی دارن که بقیه حسرتش رو میخورن بدون اینکه بدونن از کجا میاد. حقیقت اول، افشای عمومی زخم‌ها قدرت تحول آفرینشون رو رقیق و کمرنگ میکنه. این هسته اصلی درک شوپنهاوریه که هیچ کس تو فرهنگ اشتراک گذاری مداوم ما نمیخواد بشنوه. وقتی زخماتون رو علنی میکنید، وقتی تروماهاتون رو برای همه تعریف میکنید، وقتی دردتون رو تبدیل به محتوای عمومی میکنید، یه چیز حیاتی رو از دست میدید. قدرت دگرگون کننده اون درد و رنج. شوپنهاور یاد میداد که رنج هر چقدر هم وحشتناک باشه یه پتانسیل عظیم برای رشد روحی و روانی داره. اما این پتانسیل فقط تو خلوت، تو سکوت مطلق و تو کار درونی عمیق میتونه شکوفا بشه. افشای مداوم این فرایند رو کامل قطع میکنه. صادقانه فکر کنید، وقتی برای بار 10 یا 20 تروماتون رو برای یه نفر جدید تعریف میکنید، چی اتفاق میفته؟ بله، دوباره زندگیش میکنید، اما سطحی و ظاهری. تبدیلش میکنید به یه داستان، یه روایت، یه نمایش تئاتری. هر بار که تکرار میکنید، زخم کمتر واقعی و بیشتر نمایشی میشه، بیشتر روایت و کمتر تحول آفرین. درد واقعی و زخم عمیق برای هضم شدن به سکوت نیاز داره، به فضای درونی برای تبدیل شدن به چیزی بهتر. وقتی مدام افشاش میکنید، اون رو روی سطح نگه میدارید، تبدیل به هویت عمومیتون میشه به جای اینکه کاتالیزور خصوصی تغییرتون باشه. شوپنهاور می نوشت که رنج تو زندگی انسان اجتناب ناپذیره، اما تفاوت بزرگی هست بین حمل کردنش با وقار و استفاده ازش برای عمیق‌تر کردن درک زندگی و تبدیل کردنش به یه نمایش عمومی. اولی حکمت میسازه، دومی فقط قربانی نمایی نمایشی. کسایی که زخم‌هاشون رو از نگاه‌های فضول محافظت میکنن این رو خوب فهمیدن. میدونن زخم‌هاشون ارزشمنده، نه چون هویتشونه، بلکه چون پتانسیل تغییر و تحولشون رو داره و این پتانسیل فقط تو خلوت کار درونی محقق میشه، نه تو افشای عمومی. حقیقت دوم، آسیب پذیری فضیلت مطلق نیست، نیاز به گزینش و دقت داره. اینجا فرهنگ ما کاملا راهو گم کرده. به اون میگن آسیب پذیری همیشه شجاعانه است، همیشه اصیله، همیشه خوبه، که باید زخمات رو به همه نشون بدی، روی تروماهات باز حرف بزنی، آسیب پذیریت رو علنی کنی. اما این یه دروغ خطرناکه. شوپنهاور میفهمید که همه آدما لایق دسترسی به آسیب پذیری تو نیستن. بعضی از زخمات علیه خودت استفاده میکنن، بعضیا مثل سرگرمی مصرفش میکنن، خیلی اصلا عمقش رو نمیفهمن و افشای بخش‌های حساس به چشم‌های نالایق یه جور خودآزاری روانی است. آسیب پذیری واقعی دقت میخواد. باید با دقت ارزیابی کنی که با کی زخمتو شریک میشی. صمیمیت عاطفی تو مثل یه گنج گرانبها محافظت کنی. ببینید، کسایی که زخمشونو به همه میگن فکر میکنن خیلی شجاع و اصیلن، اما اغلب فقط دنبال تایید بیرونی هن.
میخوان بقیه دلداریشون بدن، تسلیشون کنن، بگن حق داری ناراحت باشی. این در واقع وابستگی عاطفی پنهانه که لباس اصالت پوشیده. در مقابل کسایی که زخمشون رو محافظت میکنن یه استقلال درونی واقعی ساختن. نیاز ندارن همه دردشون رو بدونن. نیاز به تایید خارجی ندارن. دردشون رو تو سکوت تبدیل میکنن و قوی‌تر بیرون میان، بدون اینکه از فرایندش نمایش بسازن. شوپنهاور این وقار استوار رو تحسین میکرد. توانایی رنج کشیدن بدون شکایت مداوم، زخم خوردن بدون تبدیل کردنش به هویت عمومی. این نه انکار درده، نه سرکوب، بلکه بلوغ عاطفی و گزینش هوشمنده. حقیقت سوم، رمز و راز احترام میاره، افشای کامل تحقیر. شوپنهاور عمیقاً میفهمید چرا آدمایی که نسبت به زخم‌هاشون مرموز میمونن بیشتر احترام میگیرن تا کسایی که مدام افشا میکنن. یه دلیل روانشناختی قوی پشتشه. وقتی همه چیز رو از خودت رو میکنی، وقتی هر جزئیاتی از تروماهات رو میگی، وقتی آسیب پذیریت رو تبدیل به محتوای عمومی میکنی، کامل شناخته میشی و چیزی که کامل شناخته شده قدرتش رو از دست میده. دیگه رمزی نمونده، دیگه عمقی برای کشف کردن نیست، دیگه احترامی بر پایه ناشناخته ها وجود نداره. به آدمایی که عمیقاً احترامشون میکنید فکر کنید. آیا اونا کسایی هن که هر جزئیات زندگی خصوصیشون رو میگن، یا کسایی که یه وقار، یه گمنامی، یه عمق مرموز نگه میدارن؟ جواب واضحه. شوپنهاور میگفت ما به طور طبیعی به سمت چیزی کشیده میشیم که کامل نمیفهمیمش. رمز جذابیت میسازه، ناشناخته احترام میاره. اما وقتی همه چیز رو شده، وقتی دیگه چیزی برای کشف نمونده، علاقه میمیره. کسایی که زخمشون رو از چشمها پنهان میکنن این رمز رو حفظ میکنن. میدونی که رنج کشیدن، حس میکنی یه چیز عمیق حمل میکنن، اما جزئیات رو نمیدونی و همین نبود جزئیات احترام میسازه، حس عمق و قدرت و وقار میده. در مقابل کسایی که همه چیزو میگن زود احترامشون کم میشه، نه به خاطر اینکه رنج کشیدن، بلکه چون رنجشون رو تبدیل به نمایش کردن، چون چیزی که باید مقدس و خصوصی باشه رو مفت به همه دادن. تراژدیش اینجاست. اونا فکر میکنن این اشتراک گذاری بیش از حد ارتباط میسازه، اما اغلب فقط ناراحتی، خستگی همدلی یا حتی تحقیر ناخودآگاه ایجاد میکنه. چون آدما به کسانی احترام میذارن که خودشون رو به اندازه کافی احترام میذارن که صمیمیتشون رو حفاظت کنن. حقیقت چهارم، حفاظت از زخم‌ها باعث میشه بقیه تو رو تو قدرتت ببینن، نه ضعفت. یه نکته ظریف اما خیلی مهم که شوپنهاور میفهمید، نحوه نشون دادن زخم‌هات تعیین میکنه بقیه چطور تو رو میبینن. وقتی مدام زخم‌هات رو افشا می‌کنی، وقتی با ترومات پیش میری، وقتی هویت عمومیت رو دور دردت می‌سازی، بقیه عمدتاً تو رو شکننده، آسیب دیده و کسی که نیاز به ترحم داره می‌بینن. حتی اگه این توجه موقتاً آرامش بخش باشه، تو رو توی حالت ضعف دائمی نگه می‌داره. اما وقتی زخمات رو پنهان می‌کنی، بقیه متفاوت می‌بیننت. تو قدرتت، تو وقارت، تو توانایی حمل کردن بار سنگین بدون فروپاشی عمومی. این یه چرخه مثبت میسازه. مثل آدم قوی باهات رفتار میکنن، تو هم مثل قویا عمل میکنی و در نهایت واقعاً قوی میشی. شوپنهاور میگفت ما عمیقاً تحت تأثیر نگاه بقیه ایم، نه سطحی، بلکه تو ساختن هویت خودمون. اگه بقیه همیشه تو رو تو زخمت ببینن، تو هم به اون زخم چسبیده میمونی. کسایی که زخمشون رو محافظت میکنن این مکانیسم رو خوب میشناسن. میتونن اگه میخوان از دردشون فراتر برن، نمیتونن اونو کارت شناسایی عمومیشون کنن. باید دنیا رو مجبور کنن که قدرتشون، رشدشون و تاباوریتون رو ببینه. این به معنای انکار زخم نیست، یعنی حمل کردنش تو خصوصی، تبدیل کردنش تو سکوت و فقط نشون دادن نتیجه به دنیا. یه آدم عمیق‌تر، حکیم‌تر، قوی‌تر، نه خود زخم، بلکه چیزی که زخم بهت اجازه داد بشی. حقیقت پنجم، گمنامی نسبت به آسیب پذیری‌ها یه دنیای درونی غنی میسازه که اشتراک گذارها فداش کردن. یه چیز جذاب که شوپنهاور میفهمید،
یه رابطه مستقیم هست بین غنای زندگی درونیت و توانایی تو برای اینکه همه چیزو افشا نکنی. کسایی که یه باغ مخفی دارن که عمیق‌ترین فکرها و زخم‌هاشون رو محافظت میکنن، یه عمق درونی خارق‌العاده پیدا میکنن. چرا؟ چون اون فضای محافظت شده تبدیل به یه محل پرورش واقعی میشه. جایی که واقعاً فکر میکنی، واقعاً حس میکنی، واقعاً تحول پیدا میکنی. یه آزمایشگاه خصوصی برای روحت. اگه مدام چیزی که تو این آزمایشگاه میگذره رو افشا کنی، نابودش میکنی. مثل یه هنرمند بزرگ فکر کن. اونا هر مرحله خلق رو عمومی نمیکنن. تو خلوت کارگاهشون کار میکنن و فقط اثر نهایی رو نشون میدن. زندگی درونی تو هم دقیقاً همینطوریه. کار عمیق تحول تو سکوت و گمنامی انجام میشه. کسایی که همه چیزو به اشتراک میذارن دیگه این فضای امنو ندارن. دنیای درونیشون مدام در معرض نظر و قضاوت بقیه است. تأیید یا رد میشه و بنابراین هیچ وقت نمیتونه عمیق بشه. همیشه تو سطح نمایش عمومی میمونه. کسایی که زخماشونو پنهان میکنن این فضای مقدس رو حفظ کردن. یه باغ مخفی که توش تحول خودشون رو پرورش میدن و این غنای درونی بهشون عمقی میده که اشتراک گذارهای افراطی با افشای مداوم از دستش دادن. حقیقت ششم و آخر، آزاد کننده ترینش، شفای تو به شاهدی نیاز نداره تا واقعی باشه. این نتیجه نهایی حکمت شوپنهاور در مورد زخم هامونه. فرهنگ ما میگه باید فرایند شفات رو به اشتراک بذاری، باید تحولت رو مستند کنی. اگه کسی نبینه واقعی نیست، اما این یه دروغ عمیقه. شوپنهاور یاد میداد که تحول واقعی اساساً خصوصیه. تو عمق روانت اتفاق میفته، تو لحظه های ساکت روبرو شدن با خودت، تو کار درونی که هیچ کس نمیبینه و این تحول به هیچ شاهد خارجی نیاز نداره تا معتبر باشه. در واقع برعکسه، عمیق‌ترین و اصیل‌ترین تحول بدون تماشاچی رخ میده، چون اون وقت واقعاً برای خودت داری انجامش میدی، نه برای تایید بقیه. تو برای تحت تأثیر قرار دادن یا الهام بخشیدن یا ساختن محتوا شفا پیدا نمی‌کنی. شفا پیدا می‌کنی چون مسیر ضروریته. کسایی که زخمشون رو خصوصی نگه می‌دارن این حقیقت رو پذیرفتن. نیاز ندارن داستان شفاشون رو برای همه تعریف کنن. نیاز ندارن هر مرحله رو مستند کنن. فقط کار رو تو سکوت انجام میدن و یه روزی بقیه متوجه میشن که تغییر کردن. قوی‌ترن، حکیم‌ترن، اما چطور و چراش راز خودشون میمونه. حالا سوال از شماست، آیا زیادی زخماتون رو افشا می‌کنید؟ آیا آسیب پذیریتون رو تبدیل به هویت عمومی کردید؟ یا قدرت حمل ساکتش رو دارید، تبدیلش تو خصوصی و حفاظت از صمیمیت عاطفیتون مثل یک گنج مقدس؟ اگه این حرف‌ها با دلتون همصدا شد، یعنی قبیلتون رو پیدا کردید. سابسکرایب کنید تا بیشتر این حقیقت‌های مرموز و عمیق رو کاوش کنیم. تو کامنت‌ها بگید بدون افشای جزئیات زخم‌هاتون رو محافظت می‌کنید یا علنی؟ و این رویکرد چطور روی فرایند شفاتون اثر گذاشته؟ فلسفتون رو به اشتراک بذارید.